با سلام، خسته نباشید خدمت دوستان همکاران عزیز. خودروی سابرینا که مشکل موتوری داشتن، خودرو کم می آورد که بعد از بازدیدهای انجام شده به این دوستان همکار میدونن چی میگن. این وضعیت شمعای این ماشینه، این وضعیت شمعاشونه و سوزناشون هم که بستیم پای دستگاه انژکتور شور که یک اوورهال بشه و اوکی بشه، شستشو بشه، اوورهال بشه، بسته بشه. اورنگای سوزن هم حتما تعویض میشه و یه دست شمع هم برای این خودرو تعویض میشه. دوستان، خود شرکت دیار خودرو چیزی که توی کاتالوگش و توی سرویساش گفته هر 20,000 تا باید شمعای خودرو تعویض بشه. دیگه نذارین شمع به این حالت در بیاد که دیگه هیچی پلت نداره، یعنی صاف این حالت در بیاد. با تشکر.